و در اینجا میرسیم به چند خبر دیگر در ارتباط با ایران که الهام ستاکی به آگاهی میرساند. با سلام بر شما. با درود بر شما خانم درخشش و بینندگان گرامی. معاون اجتماعی و ارشاد فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان گفت بمبگذاری مسجد القدیر زاهدان هیچ گونه تلفات جانی به همراه نداشت. صلاح اسکرپور امروز به خبرنگار فارس در زاهدان گفت این بمب که از نوع صوتی بوده است در قسمت آشپزخانه مسجد کار گذاشته شده و تنها خسارات جزئی به دنبال داشته است. از سوی دیگر معاون عملیات نیروی انتظامی با تکذیب این خبر گفت این حادثه بر اثر انفجار یک کپسول گاز در آشپزخانه مسجد مذکور رخ داده است. یکی دیگر از مسئولان جامعه بهایی در شهر ساری بازداشت شد. با این حساب شمار مسئولان در بند این جامعه مذهبی در شهر ساری به 3 تن افزایش یافت. به گزارش مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نیروهای امنیتی در تاریخ 21 بهمن ماه سال جاری با حکم دادگاه انقلاب شهر ساری به منزل مسکونی خانم تقی‌زاده مراجعه نمودند و به تفتیش منزل و جمع‌آوری کتاب، تصاویر مذهبی و لوازم شخصی ایشان مبادرت نمودند. پیشتر آقایان فیض‌الله روشن و فؤاد نعیمی از مسئولان این جامعه مذهبی بازداشت شده بودند. در رویدادی دیگر، مادر و فرزندی به نامهای هود یازرلو و نازیلا دشتی توسط دادگاه انقلاب شهر تهران هر یک به تحمل 3 سال حبس تعزیری محکوم شدند. هود یازرلو دانشجوی دانشگاه معصومیه قم به همراه مادر خود خانم نازیلا دشتی در تاریخ 4 خرداد ماه سال جاری پس از بازگشت از عراق که به قصد دیدار با بستگان صورت گرفته بود و پس از احضار به دادگاه انقلاب بازداشت شدند. نیروهای امنیتی ملاقات این افراد را با بستگانشان که در قرارگاه اشرف به سر می بردند عامل اولیه این بازداشت اعلام نمودند. و در تحولی دیگر، بنا به گزارش فعالین حقوق بشر و دموکراسی در ایران، بامداد امروز 5 نفر در زندان دستگرد اصفهان اعدام شدند. همچنین 2 نفر دیگر که قرار بود اعدام شوند از پای چوبه دار موقتاً به سلول خود بازگردانده شدند. اسامی اعدام شدگان به این ترتیب اعلام شده است: حمید بابایی 35 ساله، محمد گرگی 25 ساله، امید نوری 27 ساله، یاسین جعفری 27 ساله و عباس علی قاسمی 30 ساله که اتهام آنها داشتن مواد مخدر عنوان شده است. خبری دیگر از ایران حاکی است. رئیس پلیس مبارزه با مفاسد اجتماعی نیروی انتظامی کشور گفت با کاروان‌های عروسی که با سر و صدای زیاد از هموطنان سلب آسایش می کنند و همچنین با پوشش بد عروس به شدت برخورد می شود. احمد روزبهانی با اشاره به اتمام ایام محرم و صفر و آغاز جشن و سرور و به ویژه جشنهای ازدواج گفت پلیس مبارزه با مفاسد اجتماعی با توجه به حرکت کاروانهای عروسی با افراد متخلفی که گاهی با بوق زدنهای ممتد سر و صدای بسیار ایجاد می کنند به شدت برخورد قانونی خواهد کرد. و سرانجام اینکه سرمایه گذاران ایران امروز چهارشنبه با تصمیم اخیر دولت مبنی بر واگذاری سهام بانک ملت به بخش خصوصی با خونسردی و بی‌تفاوتی برخورد کردند. روز چهارشنبه در مرحله نخست 5% از سهام بانک ملت که بخش خصوصی عرضه شد و بنا به گزارش‌ها نزدیک به 340 میلیون سهم که کمی بیش از نیمی از کل سهام عرضه شده است، در تمام چند ساعت اول به بهای 1050 ریال معادل 10 سنت به فروش رفت. بانک ملت یکی از بانک‌هایی است که از سوی آمریکا مورد تحریم قرار گرفته است و فروش سهام آن در شرایطی صورت می‌گیرد که بهای سهام در بازار بورس تهران مدام در حال تنزل است. رئیس بانک ملت گفته است که ظرف 2 سال آینده 80% از سهام این بانک به بخش خصوصی واگذار خواهد شد. با سپاس.
به مسائل داخلی ایران میپردازیم. 4 فعال دانشجوی دانشگاه امیرکبیر، مجید توکلی، حسین ترکاشوند، کوروش دانشیار و اسماعیل سلمانپور در پی شرکت در مراسم مهندس بازرگان در 18 بهمن ماه بازداشت شده بودند و در زندان دست به اعتصاب غذا زدند. فعالین دانشجویی تداوم بازداشت این 4 نفر را به دلیل اعتراض آنها به دفن شهدا در دانشگاه‌ها عنوان می‌کنند. به گفتگوی حسن زارزاده اردشیر با احمد قصابان، دبیر سابق انجمن دانشجویان امیرکبیر، در این زمینه توجه بفرمایید. 4 نفر از اعضای اصلی انجمن اسلامی امیرکبیر، آقای حسین ترکاشوند دبیر انجمن، اسماعیل سلمانپور و کوروش دانشیار 2 عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی و مجید توکلی از اعضای سابق شورای مرکزی و دانشجویان بازداشت شده در پرونده جعل نشریات موهن در اعتصاب غذا مدت 13 روزه و آقای توکلی 8 روزه که در اعتصاب غذا خوش به سر میبره. وضعیتش هم بسیار وخیم گزارش شده، بارها بهش سرم تزریق کردن و الان هم زیر سرمه. حتی تهدید شده که بنا به شنیده ها که میخوان به 209 منتقلش کنن که نگرانی ها در موردش بسیار افزایش داده. روز گذشته سخنگوی قوه قضاییه گفته بود که 7 نفر در مراسم مهندس بازرگان دستگیر شده بودند که یکی از اونها به قید وثیقه آزاد شده. در حال حاضر چند نفر در زندان هستند از اون 7 نفر و آیا این 7 نفری که سخنگوی قوه قضاییه به اونها اشاره کرده صحت داره؟ من اجازه میخوام که توضیح کاملتری بدم. روز 17 بهمن سال روز انتخاب مهندس بازرگان به سمت نخست وزیری برنامه‌ای برگزار شده بود برای بزرگداشت این بزرگمرد تاریخ ایران که در این مراسم 7 نفر یا به شنیده ها 8 نفر بازداشت شدن که 4 نفرشون از اعضای انجمن اسلامی دانشگاه پلی‌تکنیک بودند و 4 نفر دیگه آقایان شفیعیان، خبرگزار سابق ایسنا، پاکرو، خانجانی و 1 نفر دیگه بودن. اما تصور میشد که این دوستان به روال عادی بازداشت‌های بعد از چنین مراسمایی بعد از چند ساعت آزاد شدن که هم گویا پروژه‌ای در جریان بود که این آزادی‌ها رو به تعویق انداخت. در دانشگاه امیرکبیر قراره که چند روز دیگه اجساد شهیدانی در دانشگاه دفن بشه طبق پروژه‌ای که برای همه دانشگاه پیاده شده و انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر و تمام دانشجویان این بازداشت و تداوم این بازداشت رو در راستای اجرای این پروژه در دانشگاه میدونن و امروز هم چه ارتباطی بین این 2 موضوع هست؟ میگم به نوعی گروگانگیری در حال اتفاقه که این 4 نفر جز اصلی انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی امیرکبیر بودن. بالاخره انتقاداتی به این پروژه در دانشگاه داشتن و این انتقادات از سمت انجمن اسلامی پررنگ‌ترین انتقاداتی بوده که به این پروژه انجام می‌شده. نیروهای امنیتی حال مسئولین دانشگاه به منظور سرکوب این انتقادات و گروگانگیری دانشجویان و خفقان فضای دانشگاه این 4 تن رو در بازداشت نگه داشتن و تا 12 روز هم هیچ اطلاعی از اونها در دست نبود. امروز هم در ادامه این سرکوب و در ادامه این پروژه برای دفن شهید در دانشگاه 4 نفر از دانشجویان که خودم آقای اصغر سپهری، آقای یوسف رشیدی و آقای سجاد ویس مرادی هستند به دانشگاه ممنوع ورود شدن. با توجه به اینکه دوشنبه هفته آینده قصد تدفین این شهدا در دانشگاه وجود داره، تنها دلیلی که میشه برای ادامه این بازداشت این 4 دانشجویان و ممنوع ورود شدن 4 دانشجوی جدید به دانشگاه بیان کرد ماجرای دفن شهید در دانشگاه است که امیدوارم مسئولین و نمیدونم نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران به این نکته واقف باشن که با این محدودیت‌ها و سرکوب‌ها نه تنها نمیتونن جلوی اعتراض دانشجویان رو بگیرن که حتی اعتراض دانشجویان رو پررنگ‌تر میکنن. این دانشجویان از حق ملاقات و وکیل مدافع برخوردار هستند. 2 تا از این دانشجویان با اجازه پاسپورت پرونده شعبه 2 تونستن که با خانواده و وکیلشون ملاقات کنن. آقای اسماعیل سلمانپور روز 3 شنبه گذشته با وکیلشون دیدار داشتن و آقای کوروش دانشیار روز 1 شنبه با پدرشون ملاقات کرده بودن. خواسته دانشجویانی که در اعتصاب هستن چی هست؟ در اعتراض بازداشت غیرقانونی خودشون قرار صدور بازداشت، برخوردهای انتقامجویانه و سوء استفاده از بازداشتشون و برای درخواست آزادی بی‌قید شرط خودشون دست به اعتصاب غذا زدن.